سلام خانم و آقایان بینندگان عزیز به تماشای برنامه تاک شو از شبکه جهانی و خانوادگی ایران ITN خوش آمدید. عرض کنم یه تشکر صمیمانه‌ای دارم به لحاظ اینکه مهر و محبت شما نسبت به برنامه‌ای که تقدیم حضورتون می‌دارم از طریق فضای مجازی همچنان دنبال میشه و ممنونم ازتون. و واقعا منم در طی این سال‌ها سعی کردم در حد مقدورم برنامه‌ای که مورد توجه شما هست در زمینه‌های مختلف تقدیم حضورتون بدم و به هر حال در هر هفته مهمان‌های مختلفی در زمینه‌های مختلفی در این برنامه دعوت شدن که خوشبختانه کارنامه بسیار عرض کنم که نمره قبولی به قول معروف از شما دارم. و اما که جا داره از همه این عزیزان که همکاری کردن و با من بودن در این سالهای متمادی سپاسگزاری بکنم. و اما گفتگوی این هفته من با چهره محبوب هنری که از هنرمندان سرشناس و مطرح قبل از انقلاب بوده و هستن، به لحاظ اینکه در اروپا زندگی میکنم و در کشور آلمان شهر مونیخ ما از طریق تکنولوژی بهره میبریم، یعنی از طریق اسکایپ. این مهمان عزیز و گرامی سرکار خانم فرشته، خواننده موسیقی پاپ و سنتی هستند که مهمان ویژه این هفته برنامه تاک شو هستم. سرکار خانم فرشته، سلام من از لس آنجلس به شما در مونیخ آلمان. من شما آقای فرشته نیست، امیدوارم حالتون بشه و باشی داشته باشی. ندا جان یه کمی صداشون قطع و وصله و عرض کنم حضورتون امیدوارم که این اونجا که صدا کمه، صدای اتاق فرمان کمه صدا. به هر حال خانم فرشته، شب شما در آلمان بخیر و خیلی سپاسگزارم که در این موقع شب این وقت شما دادید که با شما گفتگوی داشته باشیم. ضمناً از آقای مهندس سراجم باید تشکر کنم، فرود سراجی هم باید تشکر کنم که این امکانات فنی رو در اختیار ما از طریق استودیوشون قرار دادن، که البته آقای مهندس سراجی ضمنی که مهندس هستن یکی از آهنگسازان بسیار خوب هستن که رهبر ارکستر سرکار خانم فرشته هستن که در وقتی دیگر در همین برنامه با ایشون صحبت می‌کنم. خب خانم فرشته عزیز، در پیش از انقلاب بسیار از هموطنان عزیز، میلیون‌ها نفر از عزیزان ما در اوج معروفیت شما و محبوبیت شما حد فاصله 1350 تا 1357 که انقلاب شروع شد با شما آشنایی دارم. بسیار خوشحال میشم لطف بفرمایید برای نسل بعد از انقلاب، 2 نسل بعد از انقلابم، اگر یک بیوگرافی از خودتون شروع بفرمایید اطلاع بدین ازتون ممنون میشم. از جمله این که میدونم که شما متولد آبادان هستید، بقیه رو میسپارم به دست خودتون. والا چجوری بگم، خب اونایی که منو از قبل میشناسن که خب دیگه بابا و نسل جدیدم به قول شما، اونایی که در این زمان به دنیا اومدن، حالا این حمله بر خودستایی نشه، ولی دوستانی دارم که یعنی هواخواهانی دارم که حتی در سن 16 سالگی هستن. بله. و وقتم از این مسئله که خیلی ها از نسل جدیدم منو میشناسن. بله. من خب ضمن اینکه آهنگای قدیمیم که مشخصه چه چیزایی خوندم، ولی در وضعیت فعلیم، یعنی در این سالهای اخیرم، همطور که شما اشاره کردین،
با سرپرستی آقای فرود سراجی. خب هم آهنگساز من هستن، هم تنظیم کننده هستن و هم منیجر من هستن. خیلی کارهای جدیدی ما به بازار ارائه دادیم و هم در دست تهیه داریم و همین که تهیه شده که به زودی زود اونا رو هم با تهیه ویدیو کلیپ اونا رو هم به بازار خواهیم داد. بسیار خوب. سرکار خانم فرشته، من از تاریخ تولد، یعنی در واقع از محل تولدتون شهر آبادان رو گفتم، آیا درست گفتم شهر؟ نه من یه مدت خیلی کوتاهی در آبادان بودم ولی تولد در تهران. در تهران. خب بفرمایید که مسیر فعالیت شما، مسیر تحصیلی شما چگونه آغاز شد؟ اون اگر لطف کنید فرمایید یه شرحی بدین سپاسگزار میشیم. من اولین آهنگمو به نام نمنم بارون امشب از ساخته‌های آقای بزرگ لشکری است با شعر آقای بیژن ترقی و تنظیم کسروی که اولین آهنگ من بود و خیلی خیلی طرفدار داشت، هنوزم که هنوزه داره و هر جای اگر برنامه چیزی داشته باشم از من میخوان این آهنگو. بعد از اون خب آهنگای دیگه از آقای بزرگ لشکری خوندم، مثل یار من، مگه از سنگ دلم، مگه نبود و خیلی های دیگه. بله. فعالیتمو با آقای جهانبخش پازبیکی شروع کردم. بله. که خیلی آهنگای واقعا میشه گفت جاودانه‌ای هم از ایشون خوندم. از قرار همین سلامت میکنم ایران که حالا خودتون حتما در دست دارین و اونو پخش خواهیم کرد و حدیث عشق و خیلی از آهنگای دیگه، آدمای عاشق و آهنگای دیگه. خانم فرشته، عرض کنم حضورتون که شما مقطع تحصیلیتون رو که در تهران سپری کردید کدوم دبستان کدوم دبیرستان بود تا ما برسیم به اوج فعالیت هنری شما و آهنگای پربار شما که انشالله ویدیوهاشون رو یک به یک پخش خواهیم کرد؟ توضیح بدین که آیا خانواده شما یک خانواده بودن که در ارتباط با فعالیت هنری شما مخالف بودن، موافق بودن؟ اگر از اعضای خانواده با فعالیت هنری شما موافق بودن، کدوم یک از اعضای خانواده شما بودن؟ اول خیلی خوشحال میشم مقطع تحصیلیتون رو برای بینندگان عزیز ما شرح بدین لطفاً. بله، من در هنرستان موسیقی ملی زیر نظر آقای محمود کریمی اونجا به اصطلاح کار موسیقی رو شروع کردم. ردیف خونی رو یاد گرفتم، سالها اونجا بودم و دیگه به همین وضع ادامه دادم تا اینکه وارد رادیو شدم. البته به خواست آقای علی تجویدی که منو به رادیو معرفی کردن و من رفتم اونجا و خیلی هم موفقیت آمیز بود. بعد از یه به اصطلاح دورانی که با خیلی از اساتید اونجا گذروندم زیر نظر اونها، از قرار آقای مشیر همایون شهردار و خیلی های دیگه، رفتم با آقای بزرگ لشکری آشنا شدم که این آهنگ نمنم بارونی که اشاره کردم به اصطلاح از ساخته‌های ایشونه، بعد از مدت‌ها تمرین و اینا بالاخره به بازار داده شد. خانم فرشته ببخشید، شما در ارتباط با خانواده گرامیتون آیا با هنر شما موافق بودن؟ پدر یا مادر با شما فعالیت هنریتون در اون موقع موافق بودن؟ مشوقتون بودن یا مخالفت میکردن؟ اصلا مخالفت نمیکردن و موافق کامل بودن، برای اینکه خودشون هم هنرمند بودن. مادر بزرگ من در حد یک استاد تار می نواختن، صدای بسیار بسیار زیبایی هم داشتن و مادر خود منم همینطور. منتها خب فعالیت های عیان نداشتن، یعنی چجوری بگم، حالا به هر دلیلی از طریق مثلا رادیو یا تلویزیون اونجوری معروف نبودن ولی هنرمند بودن. به همین دلیل هم مشوق من بودن و میخواستن ازم که من این راه رو ادامه بدم. بسیار ممنون. همونطور که سرکار خانم فرشته اشاره کردن، یکی از اساتید ایشون عرض کنم که آقای محمود کریمی هستن.
سرکار خانم فرشته اشاره کردن به آهنگ ایران. میتونید خواهش کنم در ارتباط با این آهنگ توضیح بدین لطفا؟ کدوم آهنگ؟ ایران. سلامت میکنم ایران. سلامت میکنم ایران. بله. بله، آهنگ سلامت میکنم ایران از ساخته های آقای جهانبخش پازوکیه و همینطور شعرم از خود ایشونه که میدونین آقای پازوکی معمولا آهنگ و شعر رو با هم دیگه میگن. بله. و تنظیمش هم از آقای کاظم عالمیه. بله. که منم اونو اجرا کردم و خیلی 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 هم بسیار زیباست و بله. البته به گفته من که نه، ولی منم خیلی خیلی خوشم میاد از این آهنگ. بله. منظورم اینه که خیلی درخواست کننده زیاد داره و خیلی طرفدار زیاد. چه سال اینو اجرا کردین سرکار خانم فرشته؟ من در سفری که در آمریکا بودم این آهنگ رو اجرا کردم. نمیدونم، شاید مثلا چند سال پیش بود به هر حال. خیلی خوب. کارگردان فنی ما امروز سرکار خانم ندا هستن. میریم به سلامت میکنم ایران که از ساخته‌های استاد جهانبخش پازوکی هستش و تنظیم آقای عالمی تماشا میکنیم. برمیگردیم صحبتمون رو با این هنرمند محبوب دنبال میکنیم. جوابم را بده، صدایت میکنم ایران، جوابم را بده. من از پاییز میترسم، من از پاییز میترسم که دارد پشت سر فصل زمستان را. من از آن روز میترسم، من از آن روز میترسم، بزد عمرم به پایان و نبینم خاک ایران را، نبینم خاک ایران را.
جوابم را بده. صدایت میکنم ایران، جوابم را بده. چه روز و روزگاری شد، عجب گرد و غباری شد، چه سنگین انتظاری شد. یکی قربانی خودخواهی جنگ آفرینان شد، یکی از ترس جان در خانه بیگانه پنهان شد. کجا پیدا کنم گم کرده یاران قدیمی را، کجا پیدا کنم پاکیزه قلبان صمیمی را، کجا کجا کجا. سلامت می کنم ایران، جوابم را بده. صدایت می کنم ایران، جوابم را بده. سلامت می کنم ایران، جوابم را بده. صدایت می کنم ایران، جوابم را. بسیار عالی خانم، بسیار عالی، بسیار زیبا، چه شعر بسیار جانانه و همچنین آهنگ از آقای جانبخش بازیگی، خدایشون رو حفظ کنه بر ما. و بله چه تنظیم جالبی از آقای کاظم عالمی. خیلی مربوط به چند سال قبل بود؟ سرکار فرمودید وقتی که در امریکا تشریف آورده بودین؟ بله بله دقیقا، ولی در سال پیش سال. ببخشید صداشون رو من متوجه نشدم، یه بار دیگه میتونم خواهش کنم؟ بله خواهش میکنم، ولی صدای شما کاملا مفهوم نیست، برای اینکه مثل اینکه یه پخش که من درست نمیتونم صدای شما رو بگیرم. بله خب صدای ما با چند ثانیه تأخیر عرض کنم حضورتون، با چند سوای تأخیر کلا یه جور با خرخر و میاد صدا و کم. و متاسفیم امیدواریم که این، ولی در اینجا قسمت اتاق فنی ما همه چیز رو میگن قسمت بسیار عالی است. اگر صدای استودیوی شما که صدای آقای از مهندس سراجی بعد خواهش کنیم یه کمی صدای شما رو کمتر کنن، شاید این رفع اشکال بشه. حالا بپردازیم به حالا بپردازیم به عرض کنم حضورتون اولین فعالیت یا اولین کار حرفه‌ای شما چه نام داشت و از چه سالی شما در رادیو؟ اشاره فرمودید که معرف شما در ارتباط با رادیو عرض کنم حضورتون آقای فکر میکنم که محمود کریمی، آقای علی تجویدی بودن. اولین ببینید من در که اصطلاح رسمونی رو زیر نظر آقای کریم داشتم یاد گرفتم، تا به اصطلاح اتاق ما هم اونجا هم آقای علی تجویدی ویولون درس میداد به شاگردانشون. بعد که صدای منو شنیدن خیلی خوششون اومدن به من گفتن که نمیخوای رادیو بدی؟ منم استقبال کردم، گفتم چرا که نه. همین خاطر من دیگه رفتم به رادیو و با آقای مشتاق شهردار و خیلی از اساتید دیگه اون موقع برخورد داشتم، امتحان دادم، دوباره آهنگایی رو که از من خواستن خوندم، تا اینکه بالاخره با آقای بزرگ لشکری اونها منو دوست کردن، یعنی رابطه ما رو برقرار کردن که ثمرش همون آهنگ نم نم بارون بود که از ساخته های ایشونه و با شعر آقای بیژن ترقی
و تنظیم آقای کسروی. سرکار خانم فرشته، شما ضمن که همونطور که قبلا هم اشاره کردم حد فاصله 1350 2357 واقعا اوج فعالیت هنری شما در مرز انقلاب بود. آیا بعضی از خواننده های در نایت کلاب های اون سالها، اون قبل از انقلاب شرکت میکردید؟ آیا در محافل هنری حضور داشتید یا اینکه دامنه فعالیت شما محدود به تشکیلات سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران میشد؟ من در تلویزیون ملی ایران بودم، ولی خب اگر به اصطلاح برنامه‌های چیزی بود که خصوصی بود حتما در اونجا به اصطلاح من بودم حتما. بعد خانم فرشته، الان در مدت اقامتی که در آلمان تشریف دارید آیا کنسرت هایی رو برگزار کردید؟ بله، من کنسرت هایی رو در شهرهای مختلف اینجا، اون زمانی که آقای فریدون فرستاد در قید حیات بودن که خیلی با دیگه رفتیم، برنامه‌های زیادی به اصطلاح گذاشتیم، انجام دادیم و خیلی پربها بود. هم و بعد از ایشون که دیگه من با آقای سرایی شدم، همین این یتم ادامه داد. هم خیلی ولی تا اینکه مقصدی که پاندمی و نمیدونم کرونا و از این رو چیزی که پیش اومد یه مقدار فعالیت هم شد و در نتیجه ما صبر کردیم ببینیم عاقبت کار چی میشه، تا اینکه بعد از جریانات دوباره کار رو شروع کردیم و کارهای خیلی زیادی هم که اشاره کردم در دست تهیه داریم و خیلی ها هم اجرا شدن که باید ویدیو کلیپ براشون تهیه کنیم و اینا رو به باز ویدیوی دیگه ای که الان از کارگردان فنی برنامه خواهش خواهم کرد که پخش کنن، حدیث عشقه. خواهش میکنم شناسنامه این آهنگ هم برای ما تعریف بفرمایید. ممنون میدم شرح بدید. آهنگساز، ترانه سرا، تنظیم. بله، همینطور که فکر میکنم همه میدونن، باز سازن این اثر بزرگ آقای جهانبخش پازی با شعر خودشون و با تنظیم منوچهر چشم‌آذر. البته این آقای منوچهر چشم‌آذر هم تنظیم کرد. خانم ندا خواهش میکنم. above all.
عشق رو پیشونی برپای بجویم، در چهره عاشقان غمناک بجویم، در چشم به عشق آمده مست خرابات، یا پیش رفیق دست و دل پاک بجویم. ای عشق عزیز هرچه مستی، من بنده درگاه تو مستم، تا یک قدمی به مرگ مانده. ای عشق هوای تو مستم. عشق لهیب دو نگاه نمیدونم، یا این که حدیث یه گناه نمیدونم، نمیدونم. عشق تمنای دو قلبه نمیدونم، یا این که رفیق نیمه راه نمیدونم، نمیدونم. متشکرم. مرسی از همه شما عزیزانم. این آهنگ از ساخته های دوست عزیز و هنرمندم آقای جهانبخش پازوکی بود. مرسی. بسیار عالی، بسیار عالی خانم. خانم فرشته، چه ترانه‌ای باعث شهرت شما شد؟ اول از همه همون نمنم بارون. همینطور که عرض کردم نمنم بارون بعد از سال 50 که من اینو خوندم تا به الان هنوز از من میخوان و این باعث شهرت من شد. یعنی من واقعا این که میگفتن یک شب ره 100 ساله رو پیمودم یه واقعیت محضه و من خیلی تشکر میکنم از سازنده این آهنگ که الانم در قید حیات نیستن متاسفانه و شاعرش که واقعا این اثر رو به وجود بودن و منم این افتخار رو داشتم که بخونم. اسمشون رو ممکنه خواهش کنم؟ اسم آقای بزرگ لشکری و آقای بیژن رفیعی. بله. بسیار. خانم فرشته، اگر با توجه به اینکه الان شما اشاره کردین که کنسرتایی رو اوایل صحبت فرمودین در اروپا برگزار کردید در کنار هنرمندای دیگه، اگر موقعیت هنری شما، یعنی اگر شما به جای اروپا در امریکا در همین شهر فرشتگان در لس آنجلس حضور داشتید، واقعا خودتون فکر میکنید شرایط هنری شما چگونه بود؟ یا همینطور که وقتی که آدم به هر حال من چون خواننده هستم و وارد این شغل شدم باید اسمشو بذاریم شغل دیگه. بله. خب اگه آنجلس هم بودم یا هر جای دیگه حتما همین راه رو ادامه میدادم. یعنی منظورم که موقعیت این که شما برنامه‌های متعددی دعوت بشید، احیانا به نایت کلابی دعوت بشید، مهمونی‌های متعددی دعوت بشید، کنسرت‌های متعددی رو برگزار کنید، من از اون دید نگاه میکنم با توجه به حجم جمعیتی که ایرانیانی که در جنوب کالیفرنیا یا به طور کلی در امریکا زندگی میکنن. بله. شما موقعیتتون بهتر میشد به نظرتون اگر در لس آنجلس زندگی میکردین؟ نمیتونم قطعا اینو بگم، قطعا نمیتونم بگم، برای اینکه هیچ چیزی معلوم نیست. هنرمندایی هستن که خب به هر حال اونجا به هر حال از وضعیت اونجا من نمیدونم آیا راضی‌ان نیستن چجوریان. البته خب محیط هنری در اونجا بیشتر فعاله تا اینجا در اروپا، علل خصوص در سالهای قبل که تقریبا هیچ خبری نبود، ولی اخیراً یه مقداری خب خیلی بیشتر شده. هنرمندایی اینجا هستن که میشه باشون کار کرد. یکی از اونها همین آقای سراجیه که ساله که من الان با ایشون دارم همکاری میکنم و
همین دیگه. بله. خانم فرشته، الگوی یه روایتی است، حالا نمیدونم بازم این روایت درست باشه یا غلط باشه، یه روایتی است که الگوی هنری شما زنده یاد دلکش و ام کلثوم بوده. آیا درسته؟ بله؟ دقیق اینطوره. بله بله دقیقا هم. حالا چرا در میان اون همه خوانندگانی که ما در ایران، البته اون همه نه، تعداد معدودی هم که داشتیم، سرکار زنده یاد دلکش و همچنین باز هم زنده یاد ام کلثوم الگوی هنری شما بودن؟ ببینید من همیشه معتقدم که یه اثر هنری وقتی که آدم میشنوه باید یک چیزی به آدم بده، یعنی از نظر احساسی. بله. من همیشه حرفم با آقای سراجی هم همینه، میگم وقتی که یه آهنگی رو میخوای بسازی اینو حتما در مد نظر داشته باشین لطفاً، که باید این آهنگ یه جوری بره توی وجود آدم، توی تمام سلولهای آدم، سلولهای احساسی آدم. و من از این دو خواننده اینو به دست میارم. بله. برام نمی‌کنه که حالا در قید حیات، خب اگر بودن که خیلی خیلی خوب بود. بله. ولی الانم که نیستن، من تقریبا میتونم بگم که به اصطلاح همیشه این آهنگا رو گوش میکنم، هم از خانم دلکش و هم از ام کلثوم. بسیار عالی، بسیار ممنونم. عرض کنم که احساس خوبی میدن. احساس خوبی دارید. نظرتون خانم در اون زمانی که شما فعالیت هنریتون بود، خب هنرمندان دیگه هم به خصوص خانم ها حضور داشتن، مثل خانم مرضیه دیگه، نمیدونم بسیاری از هنرمندای دیگه، همین خانم دلکش. در خصوص نظرتون در ارتباط با این گونه هنرمندانی که فعالیت داشتن چی هستش؟ مسلمه من از به همه اونا افتخار میکنم، همشون رو دوست داشتم، صداهاشون هم دوست داشتم. ولی خب انتخاب من همطور که اشاره کردین برای این دو خواننده به خصوص بود. ولی این دلیل نمیشه که مثلا ترانه‌های زیبای خانم مرضیه با اون صدای بی‌نظیری که دارن و یا خانم پوران و یا خواننده‌های دیگه همه قابل احترام هستن. به نظر من محیط هنری مثل یک گلستانی میمونه که میگن هر گلی یه بویی داره. بله. میدونین؟ بله. بسیار خوب. همه قابل تحسینن. بله. زنده باشید. مجموعه ترانه‌هایی که اجرا کردید و یا مجموعه آلبوم‌هایی رو که در دست مردم قرار دادید به چه تعدادی میرسه؟ من فکر میکنم که متجاوز از 100 خورده آهنگ خونده باشم. در چند آلبوم خانم فرشته عزیز؟ الان 6 آلبومش که یا 8 آلبوم دارم. بله. و آلبوم های دیگه هم حتما در راه هستن که در مجموع حساب بکنین همون تعدادیه که من گفتم. البته آهنگسازایی هم بودن که من ازشون مثلا این آقای علیرضا خواجه نوری. بله. که یا آهنگ خوندم به نام کی میشه، ولی خب من هم یه دونه آهنگ رو ازشون خوندم. بله. و خیلی آهنگسازهای دیگه هم بودن که بازم من آهنگای زیادی ازشون خوندم، ولی خب دیگه جای سخن ازشون نیست. یعنی ما به زودی شاهد آلبوم دیگه از شما خواهیم بود؟ 100%. نه تنها آلبوم بلکه آلبوم های زیادی. بسیار. یک موزیک ویدیوی دیگه به نام پرستوی مهاجر رو از خانم فرشته با این صدای بسیار لطیف سراجی، بله، تنظیم خود ایشون و شعر خانم افسر دبیری. بسیار خوب. عرض کنم که میریم به این موزیک ویدیو با توضیحاتی که سرکار خانم فرشته با صدای دلنشینشون این ترانه رو اجرا خواهند کرد نگاه میکنیم، بعد میریم به آگهی ها، بعد میایم عرض کنم حضورتون از آقای مهندس سراجی هم دعوت میکنیم که در کنار خانم فرشته باشند، که با ایشون هم که هم آهنگساز هستن، مهندس هستن، تنظیم کننده هستن، کمی هم خواننده هستن. عرض کنم حضورتون ازشون دعوت میکنیم که با ایشون هم گفتگو داشته باشیم.
پرستوی مهاجر هوای خونه دارم، نمونده صبر و طاقت، سفر را بونه دارم. پرستو تا بگی غربت نشینم، پرستو تا بگی ظلمت ببینم. ندارم جان گذشته خونه اینجا، نه عشقی مونده نه هم خونه اینجا. پرستوی مهاجر مپرسم خونه هم کو، مپرس که از دشت جونم رمیده نبرس تو در کجا من خونه دارم، نبرس گل در کدام گل خونه دارم. گل عشقم نرونه باقی سر، کتاب شعر من آمیخته بودم. تو ایوون دلم مهتاب نمونده، تمام نامه ها ناخونده مونده. چه سختی مرگ گل رو شاخه دیدم، هزاران گفته خاموش شنیدم. چه سخت شام برنگ در ماتم گل، به روی شاخه های خم پریدم. تو ایوون دلم مهتاب نمونده، تمام نامه ها ناخونده مونده. پرستو تا بگی غربت نشینم، پرستو تا بگی ظلمت ببینم. پرستوی مهاجر. مرسی، متشکرم. برای آقای فرودم دست بزنیم که این آهنگ ازشون بود. با سلام مجدد به یکایی که شما بینندگان عزیز در سراسر جهان نظارگر برنامه تاک شو هستید از شبکه جهانی و خانوادگی تلویزیون ایران ITN. عزیزانی که تازه به ما پیوستن به اطلاعشون میرسونم که گفتگوی من با دو چهره هنری، اکنون با دو چهره هنری، چون ساعت قبل با سرکار خانم فرشته، این هنرمند محبوب با صدای بسیار مخملی گفتگویی داشتم، و اکنون در کنار سرکار خانم فرشته آقای مهندس تشریف دارن، آقای مهندس سراجی تشریف دارن که ازشون تشکر میکنم و به سلام میگم خدمت آقای مهندس سراجی. سلام عرض میکنم آقای سپربند عزیز و همه بینندگان تلویزیون ITN. آقای مهندس، قبل از اینکه من سوالی از شما بپرسم، خیلی خوشحال میشم یه بیوگرافی از خودتون تعریف بفرمایید از زمان که در ایران تشریف داشتین. حالا نمیدونم شما در تهران متولد شدید مثل خانم
فرشته یا خیر؟ خدمت شما عرض کنم که نه من حقیقتا یک سرگذشت که گفت نسبتا عجیبی دارم. من از اونجایی که پدرم ارتشی بودن در قسمت غرب کشور مستقر بودیم، من محل تولدم شهر زیبای سنندج هستش و خانواده مادری من هم از به اصطلاح منطقه کردستان هستن، از کرمانشاه هستن و خانواده پدری از اصفهان. البته من در سن خیلی کم، در 14 سالگی تقریبا ایران رو ترک کردم و به همراه خانواده مادر و برادرم به آلمان آمدیم و از 14 سالگی در حقیقت آلمان هستم و میتونم بگم اینجا بزرگ شدم. یعنی من تقریبا از قریب به 40 سال هستش که خارج از کشور هستم، در آلمان زندگی میکنم و توی ایران 8-9 کلاس بیشتر سواد نداشتم و بعد از اون به آلمان اومدم. البته اینجا مدرسه رفتم، بعد دانشگاه رفتم، دانشگاه رشته کامپیوتر و کامپیوتر ساینس رو خوندم و البته همراه رشته کامپیوتر میخوندم از اونجایی که ما در دانشگاه بابت هر یک واحد درس مرتبط یک واحد درس مرتبط هم باید داشتیم. من تمام دروسم رو دروس موسیقی برداشتم. از اونجایی که از سن 11 سالگی به نوازندگی و به موسیقی مشغول هستم، از این فرصت استفاده کردم تا سواد موسیقی رو خودم رو هم به سطح آکادمیک برسونم و بتونم از اون استفاده کنم. بعداً خب همونجور که شما میدونید ما در اروپا در مضیقه هستیم از نظر اینکه خب هم تعداد ایرانیای اروپا نسبتاً به آمریکا و کالیفرنیا خب خیلی کمتره و همین که افرادی که مثلا در بخش هنری بخوان کار بکنن خب مراتب کمتر هست. بنابراین اینجا آدم همیشه مجبور هستش که یک تنه همه چیز رو به دوش بکشه دیگه. این تنها راهکاری که باقی میمونه و از این بابت من بعدها سعی کردم که خودم تقریبا توی تمام قسمت‌های مختلف تولید و توزیع موسیقی خودم رو پرورش بدم و بتونم کار رو انجام بدم. من الان بیش از 30 سال، شاید قریب 35 سال هستش که استودیوی حرفه‌ای دارم در شهر مونیخ آلمان و به کارهای صوتی و تصویری به اصطلاح میپردازم. یکی از شانس‌های بزرگ در زندگی هنری من آشنایی با خانم فرشته بود که ایشون از شانس خوب من و شانس بد ایشون ما هر دو در یک شهر بودیم و بالاجبار یه جورایی به هر حال با هم آشنا شدیم. ولی نه، حالا دارم واقعا شوخی میکنم و قول میکنم بسیار هم دوستی و همکاری پر ثمره‌ای بوده. ما بیش از 2 آلبوم کامل رو تا حالا به بازار دادیم با هم و آلبوم سوم رو هم آماده کردیم که این آلبوم سوم هم کاملا تکمیل شده و همونجور که شما میدونید امروزه دیگه آلبوم ها رو به صورت آلبوم به بازار نمیدن بلکه به صورت تک آهنگ به بازار ارائه داده میشن و معمولا این آهنگ ها باید سمعی و بصری باشن، یعنی همیشه با یک ویدیو کلیپ خوبه که همراه باشن تا دیده بشن و شنیده بشن. این باعث میشه که از اونجایی که خب ما یه مقدار یک تنه داریم اینجا کار میکنیم، محدودیتایی داریم، باعث میشه که سرعت کار ما پایین تر باشه، ولی داریم سعی میکنیم که با حداکثر توان این کارا رو انجام بدیم. بسیار عالی، خیلی ممنون آقای مهندس سراجی و واقعا همه فن حریف هستن و الان هم که گفتگوی من با سرکار خانم فرشته و جناب مهندس سراجی داره ملاحظه می‌فرمایید از طریق استودیو ایشون هستش داره انجام میگیره و بسیار هم حرفه‌ای استودیوشون، اینجوری که من از راه دور از طریق اسکایپ دیدم. الان ساعت چنده اونجا سرکار خانم فرشته؟ آقای مهندس 2:30 شب آقای. به هر حال سپاسگزارم که تا این موقع صبح عرض کنم که بیدار هستیم. خیلی تشکر میکنم. خانم فرشته، در چه مقطعی شما وقتی که ایران رو ترک گفتید آیا ساکن همین شهر مونیخ آلمان شدید؟ و این سوال اول جواب بدین تا عرض کنم سوال بعدی من چیه. بله، من مستقیم چون شوهر من اینجا زندگی می‌کردن از قبل، بنابراین منم دیگه همراه ایشون اومدم به شهر مونیخ. البته ما اون موقع تصمیم داشتیم که به آمریکا بیایم
ولی خب همیشه یه عوامل بازدارنده‌ای تو زندگی من بوده، متاسفانه که نشد. دیگه ما هم یواش یواش اینجا موندیم و چی میگن ریشه دووندیم و توی این خاک و دیگه مشکل بود دیگه اومدنمون به اونجا. ولی همین دلخواه منی بود که به اونجا بیام، ولی خب نشد. خب آقای مهندس که شما هم رهبر ارکستر سرکار خانم فرشته هستین و هم آهنگساز و هم تنظیم کننده، در چه زمانی با ایشون آشنا شدید؟ خب البته نام فرشته این نام همگیره، چه موردی پیش آمد که با سرکار خانم فرشته این ارتباط هنری رو برقرار کردید؟ خدمتتون عرض کنم که این آشنایی و این همکاری الان ازش 24 سال یا 25 سال میگذره. بله. تازگی نداره. بله تازگی نداره. ما خیلی وقت هستش که با هم داریم کار میکنیم. من خانم فرشته رو خب میشناختم، میدونستم که ایشون هم در این شهر هستن و به هر حال ایشون هنرمند شهر ما بودند و خیلی دور از دسترس برای همه حالا ماهایی که به قول معروف افراد عادی بودیم. ولی خب یادم میاد که اون زمان ایشون کنسرتی داشتند در شهر دیگه، حالا یادم نمیاد دقیقاً کجا بود، فکر میکنم سوئد بود شاید اشتباه اگر نکنم، که اتفاقا اون کنسرت هم برگزار نشد، به دلایلی اون کنسرت رو اصلا کنسل کردن. ولی این چند هفته قبل از کنسرت بود که ایشون این کنسرت رو داشتن و دنبال به اصطلاح کسی میگشتن که توی ارکستر ایشون همکاری بکنه، چون مثل اینکه اون افرادی که تو ارکستر قبلا باشون همکاری میکردن یا در دسترس نبودن یا نمیتونستن، یادم نمیاد دقیقاً. به هر حال و از طریق دوستان مثل که من رو به ایشون معرفی کردن و من یاری داشتم از ایشون نوت‌ها رو دریافت کردم که روش کار بکنم و آماده بشم برای کنسرت و یادم میاد که بعد این کنسرت برگزار هم نشد، ولی خب سبب خیر شد و ما رو با هم آشنا کرد. ما خیلی زود به اصطلاح شروع به کار کردیم و من بهشون پیشنهاد دادم که برایشون آهنگ بسازم. اولین آهنگی که من بهشون دادم آهنگ سنگ صبور هستش که خدمتتون تقدیم کردیم که ان شاءالله پخش کنیم. البته شعرم از خود ایشون. بله این از اون آهنگای نادر هستش که این رو من نه فقط موسیقیش رو ساختم و تنظیم کردم بلکه ترانه‌اش هم خودم گفتم. این رو من در سن 20 سالگی فکر می‌کنم این آهنگ رو ساختم و این رو من تقدیم بهشون کردم و شرط گذاشتم با فرشته، گفتم که من این آهنگ رو برای شما میسازم و تنظیم میکنم و شما بخون. اگر شما خوشت نیامد من همونجا جلوی خودت پاکش میکنم. خب بله میفرمایید بفرمایید. همین شروع کار ما بودش. بله بسیار ممنونم از این توضیح کاملتون. ندا جان بریم این موزیک ویدیوی سنگ صبور اشاره کردید جناب مهندس. این موزیک ویدیویی که شما احتمالاً پخش کردید این از کنسرتی هستش که در سال 2016 در همین شهر مونیخ برگزار شده. نکته جالب راجع به این کنسرت این هستش که ما سعی کردیم این کنسرت یه کانسپت جدیدی رو، یعنی جدید از دید موسیقی ایرانی، کانسپت جدید اجرا کنیم و اون کانسپت به اصطلاح اجرای آنپلاگد هست، یعنی اجرای بدون سازهای الکترونیکی. و سعی کردیم خیلی به قول معروف موسیقی ناب و یک دست و فقط با سازهای حالا میتونیم بگیم آکوستیک باشه. خیلی بازتاب خوبی داشت این کنسرت که بعد این فرمت رو ما به اصطلاح به شهرهای دیگه هم بردیم و کنسرت های آینده خانم فرشته هم تقریبا مشابه این نوع کنسرت خواهند. بریم به این آهنگ نگاهی داشته باشیم، برمیگردیم صحبتتون رو با آقای مهندس راجی که آهنگساز و تنظیم کننده و مهندس کامپیوتر هم هستن و همچنین مدیر برنامه‌های سرکار خانم فرشته نگاه میکنیم. برمیگردیم صحبتمون رو با این دو عزیز دنبال خواهیم کرد. خواهش می‌کنم. تو شهری که تو نیستی خیابون شده خالی، دیگه هرچی میبینم دارن رنگ خیالی.
با من یه هم صدا نیست، با من یه آشنا نیست، دیگه یه هم زبونی با من غیر از خدا نیست. تو که نیستی منو بهلول تو خیابون ببینی، تو که نیستی منو با این دل داغون ببینی، بی تو لبریزم از این خاطره یه سال و زمون ها، تا تو برگردی میشم دود و میرم تو آسمون ها. اون صدای گرم تو یادم نمیره، بوسه بی شرم تو یادم نمیره، چه کنم بسته به دنیای خیالم، چه کنم زنده به فردای محالم. تو شهری که تو نیستی خیابون شده خالی، دیگه هرچی میبینم دارن رنگ خیالی. با من یه هم صدا نیست، با من یه آشنا نیست، دیگه یه هم زبونی با من غیر از خدا نیست. ولی یه جورایی خیلی دردناکه نه؟ آدم سالهای عمرشو به پای یه نفر بگذرونه، آخرم هیچ. به هر حال امیدوارم که برای هیچ کسی همچین چیزایی پیش نیاد. بله، به صورت زنده ایشون دارن در کنسرتی رو در اروپا داشتن، همونطور که آقای مهندس سراج در این خصوص توضیح دادن. من یک سوالی از سرکار خانم فرشته دارم و همچنین از آقای سراج. اینی که سرکار خانم فرشته، خیلی دوست دارم نظرتون رو در ارتباط با خوانندگانی که بعد از انقلاب، البته تعداد خوانندگان زن ما در زمینه موسیقی سنتی به نسبت موسیقی پاپ کمتر
طی این سال‌هاست، ولی واقعا صداهای شنیدنی و واقعا لذت میبره از صداشون. نظرتون در ارتباط با همین جوانان ما بعد از انقلاب، به خصوص اونایی که در ایران فعال هستن، چه هست؟ که این سوال رو خیلی دوست دارم که از زبان شما بشنوم و همچنین از زبان آقای مهندس فرود سراجی. ببخشید. ببینید آقای سپهروند، اولا راجع به این آهنگ شهر خالی، بله، سنگ صبور نبود و شهر خالی بود. من اشتباه قرار سنگ صبور باشه ولی شهر خالی شد. شهر خالی رو تورج شعبانخانی ساخته با شعر آقای معینی کرمانشاهی و خب خودتون هم میدونین که واقعا دیگه چقدر این آهنگ گل کرد، فوق‌العاده زیبا. بله. به خصوص که داستانی داره این شهر خالی، یعنی داستان اون یاقوت که در میدون فردوسی همیشه لباس قرمز میپوشید و منتظر معشوقش بود که بیاد و نیومد و این تا آخر عمر هر روز میومد اونجا به هوای این که معشوقش رو ببینه، ولی در آخر نیومد و این خانم هم چندین سال پیش از بین رفت، خانم یاقوت. این سرگذشت واقعیه. به هر حال و در مورد خانواده که فرمودین، ببینید من همطور که گفتم برای من هر صدایی، نمیتونم بگم که هر صدایی قابل شنیدنه، ولی خب خواننده هایی هستن که واقعا قابل تحسین هستن، خیلی خوبن. همینطور که الان در ایران خواننده های بسیار بسیار خوبی داریم، چه زن چه مرد. متاسفانه زن که خب به تک صدایی نمیتونه که فعالیتی داشته باشه، ولی در مورد آقایون صداهای فوق العاده خوبی هستن، هنرمندای خوبی هن. هر کسی به هر حال کار خودشو میکنه و من نظر موافق دارم روی همش. آقای مهندس سراج، شما به عنوان یک آهنگساز و تنظیم کننده و همچنین کمی خواننده، نظر شما چیه؟ بله، همون باید اون کلمه کم این مقداری تاکید کنیم. خدمت شما عرض کنم که به نظر من موسیقی جدید ایران، موسیقی بعد از انقلاب ما بسیار تحت تاثیر محدودیت‌هایی هستش که 20 سال بر این موسیقی اعمال شد و بعد از 20 سال این مقداری آزاد شد و تونست رشد بکنه و این رشد متاسفانه رشد ارگانیک نبود. بنابراین من موسیقی جدید اینا رو میتونم بگم به دو قسمت تقسیم میکنم. یک بخشش موسیقی دست خوانندگانی هستش که دارن واقعا هنر ارائه میدن و تاکیدشون روی هنر هست، و یک سری خواننده هایی که میتونم اسمشون رو خواننده های مارکتی بذارم که بیشتر هدف شهرت و پول در آوردن هست، یعنی به عنوان بیزنس به این ماجرا نگاه میکنن. البته که من هر دو قسمت رو نفی نمی‌کنم و فکر می‌کنم هر دوش در همه جای دنیا وجود داره، اصلا ایرادی بهش نمیشه گرفت. ولی من فکر می‌کنم تو موسیقی جدید ایران و موسیقی بعد از انقلاب ما اون بخش مارکتینگ بودنش و بخش به اصطلاح میتونم بگم بازاری موسیقی غالب هستش بر اون بخش هنری و تعداد هنرمندانی که میتونیم به عنوان خواننده‌های خوب ازشون اسم ببریم به نظر من زیاد نیست متأسفانه. ولی اونایی که احیانا شخص شما تمایل دارین اسم ببرید خوشحال میشیم بشنویم. والا اسم خاصی رو من نمیتونم ببرم. من حقیقتشو به شما بگم تا چند سال پیش اصلا هیچ کدوم از بچهای ایران رو حتی نمیشناختم. منم همینطور. ببینید ما یه جوری تو برزخ موسیقی داریم زندگی میکنیم. ما نه تو لس آنجلس هستیم که بگیم موسیقی لس آنجلسی هستیم، نه ایران هستیم که بگیم ما موسیقی داخل ایران هستیم. یه جایی تو اروپا گیر کردیم، یه جایی تو برزخ موسیقی ایران هستیم. ما خیلی در محدودیت واقعا داریم کارمون. بله همینطوره. بنابراین من واقعا شناخت زیادی نداشتم، ولی هستن دوستانی که و خواننده‌ای که تو ایران دارن کار میکنن. من با اجازه بدید اسمی نمیبرم از کسی، چون خدا نکرده کسی از قلم نیفته و یا خدا نکرده به کسی من اهانت نکرده باشم و یا اسم رو اشتباه نگفته باشم، ولی واقعا خودم موسیقیایی که داخل ایران الان ایجاد میشه رو خیلی هاشو گوش میکنم و خوشم میاد. به هر حال موسیقی خوبی هم وجود داره. یه مقدارم سلیقه هست. بله سلیقه هم هست. ببینید ما کلا هم موزیسین و هم شنونده موسیقی دهه 50 هستیم. بله. میدونید
این باعث میشه که سلیقه ما هم در یک چارچوب خاصی قرار بگیره و این باعث شده که حالا این آدم از کار خودم اگر بخوام بگم، من تمام آهنگایی که ساختم و تنظیم کردم اگر شما گوش بدید یک رد پایی از اون دهه 50 در همشون خواهید دید. به هر حال هنوزم که هنوز کسانی هستن که موزیک راک اند رول می‌نویسن، به هر حال نمیتونیم بگیم چون سبک قدیمیه نباید این کار انجام بشه. به این خاطر زیاد به خودم اجازه نمیدم که بخوام در مورد موسیقی حالا سبک روز و به روز ایران که الان جوانای ما تو ایران و تینیجرهای ما دوست دارن و گوش میدن بخوام راجع به اون زیاد اظهار نظر کنم. زیاد سبکی نیست که من گوش میدم و سلیقه من نیست. ولی در مورد واقعا جوان‌ها خوب درخشیدن، به خصوص هم دختر خانم‌ها هم پسرها، بچه‌هایی که در زمینه خوانندگی، در زمینه ترانه‌سرایی، در زمینه آهنگسازی و تنظیم واقعا کاراشون رو که من بعضی وقتا میشنوم لذت میبرم یا ویدیوشون رو میبینم واقعا لذت میبرم. و در موسیقی ایران، در موسیقی دنیا کلا یک انقلابی رخ داد و زمانی که موسیقی دیجیتالایز شد، یعنی تبدیل موسیقی دیجیتال شد، به خاطر اینکه قدیم شما برای اینکه بتونید یک موسیقی رو ثبت و ضبط بکنید باید به استودیوهای گرون قیمت میرفتید، بسیار ادوات زیادی لازم بود، خیلی وقت میبرد، بسیار کار گران قیمتی بود. الان یک پسر یا دختر جوان توی آشپزخونه‌اش با یه لپتاپ و یه میکروفون موسیقی جهانی تولید میکنه و این باعث شده که خیلی بیشتر بتونن جوان‌ها خودشون نشون بدن تا اون زمان ما که قدیمای ما، جوونیای ما که بسیار کار سختی بود. بسیار. من اجازه میخوام که در طی سالهایی که سرکار خانم فرشته در ایران حد فاصله 1350 تا 1357 فعالیت‌هایی داشتن اسم ببرم ترانه‌سراها و همچنین آهنگسازانی مثل زندگیان معینی کرمانشاهی، بزرگ لشکری، شهین حنانه، آذر صرافپور، بیژن همش خیر. جان؟ یاد همشون بخیر. بله، یاد همشون بخیر. بیژن ترقی، جنتی عطایی، عرض کنم حضورتون جانبخش پازوکی، عبدالرضا سنجیان خانم یا سخنیانه؟ عبدالرضا سنجیان خانم فرشته؟ چی فرمودی؟ عبدالرضا سنجیان. علیرضا خواجه نوری؟ نه. عبدالرضا سنجیان، بله، درسته، آهنگسازشون علیرضا خواجه نوریه، درست میفرمایید. علیرضا خواجه نوری، بله. بله، تورج شعبانخانی که رو ساختم برای من. بله. مال رضا صحبانه. و اکبر آزاد، میشا جاودانی، بله. خیلی خیلی عارف ابراهیم پور، واقعا به آقای عارف ابراهیم از دوستان خیلی خوب ما هستن. اتفاقا من چند تا آهنگم از ایشون خوندم. خیلی کارشون رو تایید میکنم. بله. من خانم فرشته با اجازهتون از منیجر برنامه‌تون آقای مهندس سراجی گله دارم. اجازه میدین گله‌مو مطرح کنم؟ چرا؟ خانم فرشته ایشون کنسرت‌های شما رو در اروپا مدیریت کردن ولی مثل که دوست ندارن که لس آنجلس بیان شهر فرشتگان. میدونم که شما فکر کنم سال 2007 بود 2008 بود تشریف آوردید به اتفاق ایشون. اتفاقا در همون زمانم من هم با شما مصاحبه داشتم هم با آقای مهندس، ولی مثل که سفر خوب نبوده، به سلیقه آقای مهندس سراجی خوش نیامده که نمیخوان این دامنه فعالیت شما رو هموطنان عزیز ساکن امریکا هم شاهدش باشن. نه واقعا اینطور نیست. ایشون هم خیلی خیلی راسخ هستن در این مورد که حتما ما سفری داشته باشیم به آمریکا، ولی متاسفانه نمیدونم چجوری میشه آقای سپربند. ببینین وقتی که من اونجا میام همه از من میپرسن که خب خانم فرشته دوباره کی برمیگردین؟ از من میخوان که زمانشو بگم. من میگم که نمیتونم الان دقیقاً مثلا بگم کی، ولی تا چند ماه دیگه یا حد اکثر 1 سال دیگه حتما برمیگردم. ولی وقتی که میام اینجا انقدر مسائل و مشکلات زندگی واقعا میاد جلو که آدم نمیدونه به کدومش بپردازه. در نتیجه دیگه میمونیم دیگه.
دیگه نمیشه و بدقول میشیم. البته آقای صدر من یه چیز خدمت عرض کنم، مثلا کنسرت هایی که رو بخوایم در آمریکا یا کانادا بخواستیم برگزار بکنیم متاسفانه تا الان امکاناتش مهیا نشد. یه دلیل اصلیش هم این هستش که خب شما خودتون میدونید آدم تو خونه خودش یا تو شهر خودش یا توی حالا محله خودش، ما در اروپا بسیار دستمون باز هست، اینجا دوستانی هستن، آشنایان هستن، برنامه‌گذارا رو میشناسیم، به هر حال میتونیم این کار انجام بدیم. توی آمریکا و کانادا بسیار این کار سخت است برای ما از اینجا ارگانایز کردن میشه و این کار باید از طریق دوستانی انجام بشه که اونجا مستقر هستن و به هر حال کانکشن‌های خودشون رو اونجا دارن و میتونن این کار انجام بدن. خوشبختانه توی این یکی دو سال گذشته من با چند از این دوستان آشنا شدم و در صدد هستیم که این کار رو حتما انجام بدیم. ما به هیچ عنوان نمیخوایم که ایرانیای عزیز به اصطلاح مقیم کانادا و آمریکا رو از شنیدن صدای خانم فرشته محروم بکنیم. تا اینجا که کردین آقای واقعا میخوایم که این عوض بشه و ما حتما در نظر داریم که انشالله در سال جدید، در سال 2025 این کار رو انجام بدیم و یک سری کنسرت ها رو برگزار بکنیم اونجا. همونجور که در اروپا دوباره این کنسرت ها رو از سر میگیریم، همونجور که ایشون گفتن ما بعد از این برنامه کرونا و پاندمی یه مقدار اخلال در کارمون پیش اومد، کنسرت ها برگزار نشد. بعد از اون هم دیگه دوباره برگشتن به اون مود اصلی و دوباره از سر گرفتن بسیار مشکل هستش. ولی خب داریم خوب پیش میریم و ان شاءالله که بتونیم در سال جدید سال 2025 به همه اینها بپردازیم. ان شاءالله ما منتظریم و بی‌صبرانه و اجازه بدید که من میخوام از کارگردان فنی برنامه خانم ندا خواهش کنم که ببار باران دوست دارین توضیح بدین؟ ببار باران، این آهنگ ببار باران های سپهبند مثلا یه چیز جالبی هست پشتش و اون هستش که این آهنگ شعرش رو اگر شما بهش توجه بفرمایید میبینید که نه قافیه داره و نه وزن. شعر نو هستش و آهنگ گذاشتن روی یک شعر به این صورت بسیار کار سختی است. ولی این کار رو ما با خانم فرشته هم توی استودیو انجام دادیم. من خودم آهنگ خیلی دوست دارم و ویدیو کلیپش رو هم همینجا توی استودیو گرفتیم و با کمک دو رقصنده روس در یکی از همین لوکیشن هایی که در همین نزدیک مونیخ هستش اونجا فیلم برداری کردیم. به نظر من کار قشنگی شده، امیدوارم که خوشتون بیاد. مرسی. خواهش ندا جان لطفا. ببار باران که دلتنگم، مثال مرده بی رنگم. ببار باران کمی که پاییز هم صدایم شد، که دلتنگی و تنهایی رفیق ما وفایم شد، که دلتنگی و تنهایی رفیق با وفایم شد. بزن بر شیشه قلبم، بگو این شیشه را بشکن که درد کمتری دارد. اگر با دست تو باشم، ببار باران
کلاغا بوته سبز وفا را بی صدا خوردم، ولی باران تو با من بی وفایی، تو هم خانه همسایه میباری و تا من میشوی یک ابر تو خواهی. ببار باران ببار باران که جانهایم. بسیار عالی، بسیار عالی. آقای مهندس دوست، خانم فرشته یا آقای مهندس دوست داریم بیشتر توضیح بدین در ارتباط با این آهنگ؟ این آهنگ همچون که گفتم به باران آهنگی بودش که گفتم شعرش یه مقداری شعر سنگینه، شعر نوعی بود و موسیقی روش بسیار کار سختی بود، نه وزنش وزن ترانه هستش و نه قافیه‌اش. ولی خب به نفع احسن. بله واقعا راضی بودیم هر دوی ما از این کار و بسیار خوب انجام شد. مخصوصا این زوجی که میرقصیدن توی این آهنگ زوج روس هستن که توی مونیخ همجا آلمان باشون آشنا شدیم و بسیار قشنگ این کوریوگرافی رو انجام دادن و این ویدیو کلیپ رو خود من ساختم، البته از کارهای خود من هستش. در کنار این آهنگ دیگه هم با خانم فرشته اجرا کردیم به نام بغض شکسته. حالا اون هم در لیستتون هست، اگر شاید وقت باشه اون هم بتونیم پخش کنیم. بغض شکسته اون هم داستان جالبی داره. اون یک بار خانم فرشته از من خواستن که یکی از آهنگ‌های ام کلثوم رو، ایشون ام کلثوم رو خیلی دوست دارن، یکی از آهنگ ام کلثوم رو برایشون بازسازی کنیم و بازخوانی کنن. راستش میخواید گفتم که اگه اجازه بدید من این کارو نکنم، چون من اصلا چی میگم در خودم نمیبینم که بخوام این جسارت رو بکنم، بخوام آهنگ‌های خانم ام کلثوم رو بخوایم بازسازی کنیم. ولی قول دادم که آهنگی در اون باب و مایه برای ایشون از به قول معروف نو بسازم و اولین و آخرین به اصطلاح سعی من بود برای ساختن یک آهنگ عربی یا تم عربی داشته باشه. منم فکر کردم که شما عبدالوهاب و ایشون خودشون به گفته خود خانم فرشته این آهنگ رو از همه آهنگا بیشتر دوست دارن. نه از همه آهنگا نه، ولی خیلی دوست دارم. بله بسیار. این دو تا آهنگ از آلبوم جدیدشون هستش که ویدیو کلیپ شده و به بازار اومده. پارسال به بازار اومد و پیارسال به بازار اومد و 6 آهنگ دیگه هم توی این آلبوم هست که به زودی به بازار. به نام آلبوم به نام چیه آقای مهندس؟ آلبوم به نام چیه؟ خود آلبوم هنوز اسمی نداره، چون همونجوری که گفتم آلبوم رو ما تهیه کردیم ولی این آلبوم به صورت تک آهنگ به بازار ارائه میشه. یعنی آهنگ تکی به بازار میشه. ولی در مجموع یه آلبوم تشکیل میده. بله در مجموع آلبوم. خانم فرشته عزیز، همونطور که اشاره کردم با تعداد بسیاری از ترانه سرایان و آهنگسازان صاحب نام همکاری داشتیم به انضمام آقای مهندس سراجی. شما بفرمایید که کدوم یک از این عزیزان در موفقیت شما، شهرت شما، محبوبیت شما اثرگذار بود؟ همه قابل احترام، همه قابل روی چشم گذاشتنه، ولی به هر حال یک موقعیتی پیش میاد که مسیر زندگی و مسیر هنری تغییر پیدا میکنه. کدوم یک از این عزیزان سبب شدن که اون محبوبیت و شهرت شما جاودانی بشه؟ نمیشه اینا رو اصلا جدا کرد. ببینید هر کدوم به سهم خود، یعنی در حقیقت من که بابای بزرگ لشکری کارمون شروع کردم، خب فقط غم من ایشون بودن و آقای بیژن ترقی. ما ماها و شاید چندین سال با هم دیگه در تماس هنری بودیم، با هم کار کردیم تا اون اثرات به اون زیبایی واقعا به وجود اومد. البته زحمات اونا بود، منم اجرا کردم. و بعدش هم که با آقای جهانبخش پازوکی دیگه اصلا ایشون دیگه زبانزد خاص و عام هستن و
استاد و محبت کردن و این آهنگا رو من از ایشون خوندم و خب خیلی هم ایشون راضی بودم و هم من راضی بودم. خب اینا همه اثرگذار بودن به هر حال در کارهای هنری من. و آخر سرم که البته این وسط ها حالا قبل از اینکه با آقای سراجی من آشنا بشم، با خیلی از هنرمندای دیگه، مثلا خود آقای تورج شعبان خانی که آهنگ شهر خالی رو دادن، آهنگ شهر خالی رو واقعا نمیشه دست کم گرفت. آقای عارف ابراهیم پور و بله آقای عارف ابراهیم پور. یعنی هر کدوم از این اساتید که با من کار کردن به سهم خود واقعا یه سهمی در زندگی هنری من دارن. میدونین؟ بله. بله. یه چیزی خدمت عرض کنم آقای سپهبند که در بخش ترانه و ترانه‌سرایی خب خانم فرشته با ترانه‌سرایان خیلی خوب بله موسیقی همکاری داشتن. نام بردن. آقای کرمانشاهی شما بگیرید تا ایرجی جنتی امثال همای. بله. این وسط البته از یک شخصی هم من باید نام ببرم اینجا، یه مقدار بعد بر خودم تبلیغ بکنم، از خانم افسر دبیری که ایشون مادر بنده است. بله. و شعرهای خیلی خیلی فوق‌العاده زیبایی هم گفتن که من از آهنگ‌های آقای سراجی به اضافه شعر خانم افسر دبیری به اصطلاح اجرا کردم. ما اینجا کار تیمی انجام دادیم. مادر شعر گفتن و من آهنگ روش گذاشتم و خانم فرشته اجرا کردم. خیلی عالی. خیلی ویدیو نشده نه؟ چرا همین پرستوی مهاجر. پرستوی مهاجر بود. اشاره نکرده بودید که من. بله. من خواستم همین گفتم اشاره کنم که از قلم نیفته. خیلی کار خوبی کردید. سلام خدمتشون برسونید. با دو عزیز صحبت میکنیم در آلمان. سرکار خانم فرشته. خانم فرشته شما فامیلتون دیباییانه؟ بله. خانم دیباییان، فرشته دیباییان، هنرمند بسیار مطرح و محبوب که انشاءالله شاهد هنرشون در امریکا و کانادا باشیم. آقای مهندس سراجی اشاره کردن در 2025 و ها صبر میکنیم تا اون موقع خدا به ما عمری بده که شاهد کنسرت ایشون باشیم و خیلی هم خوشحال شدم که با آقای مهندس فرود سراجی بیشتر آشنا شدم، هم در زمینه آهنگسازی هم در زمینه تنظیم، خوانندگی هم اشاره کردم و با چند سازم آشنان، پیانو، آکاردئون، کیبورد، دیگه چی قربونای مهندس؟ ایشون هنرایی هم دارن که خیلی راجبش اصلا صحبت نکردن. یه خورده کوچیک هم درامز میزنم. درام بسیار کماله. خانم پس این ارکستر دیگه دارین که دیگه نمیداریم. بعد خدمتتون عرض کنم که بله من تو کارهای تصویری هم هستم. من از سن 11 سالگی عکاسی میکنم و فیلم برداری رو شروع کردم. بله. و به هر حال سعی کردیم دیگه تمام مشکلاتی که اینجا هست رو خودمون یک تنه به دوش بکشیم دیگه. این واقعا محبت کردن، خیلی همکاری کردن به صورت حرفه‌ای. مصاحبه ملاحظه میفهمید که زحمات آقای مهندس سراجی. خانم فرشته، سرکار آقای مهندس سراجی، وقت ما 2-3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. آیا دوست دارید یکی از کارهای اجرایی که میدونم بازخوانی کردی، چند زنده یاد پوران، زنده یاد فرخزاد، که برنامه رو با این انتخاب شما میتونیم به پایان برسونیم؟ والا من اگر از من دارین میپرسین من ترجیح میدادم که بغض شکسته رو پخش بکنین، ولی حالا که از فریدون عزیزم یاد کردین میخوایم اون آهنگ روز جدایی رو از ایشون بذاریم. بسیار خوب. من در اینجا از شما مجددا سپاسگزارم، ولی در خاطر برنامه ساعت چنده جناب من؟ دیگه تقریبا 5 دقیقه به 3 صبح دیگه موقع خوابتونه. مزاحمتون نمیشم. خیلی تشکر میکنم خانم فرشته، خیلی لطف کردید. آقای مهندس سراجی بسیار سپاسگزارم. انشالله در فرصتی دیگه شما رو در امریکا و در استودیوی تلویزیون ITN شبکه خانوادگی ITN ببینید. ازتون تشکر. خیلی متشکریم. مرسی از دعوتتون. خواهش می‌کنم. خانم آقایان، این بود برنامه تاک شو این هفته. برنامه رو با یکی دیگه از کارهای زیبای خانم فرشته به پایان میبریم. براتون بهترین ها رو آرزو دارم و از ندا عزیز کارگردان فنی برنامه بسیار سپاسگزارم. روزگار شما عزیزان خوش.
ای مسافر من وقتی که خسته به شهر خود رسیدی مرا بیادار هر جا که رفتی و هر که بودی من اینجا یاد تو شدم ای یار از خود گریزاندن زیر باران پرنده اسیر بادم من میخندم ولیکن دلم گرفته آواز غم چنگی دلم گرفته میخندم تا نداری غم دل من چون موج گل رمیدی از ساحل من تنها موندم تنها در از خدای تنها تو اونجایی من اینجایم تنهای تنها من میخندم ولیکن دلم گرفته آواز غم چنگی دلم گرفته میخندم تا نداری غم دل من چون موج گل رمیدی از ساحل من تنها موندم تنها در از خدای تنها تو اونجایی من اینجایم تنهای تنها من میخندم ولیکن دلم گرفته آواز غم چنگی